خفناک خیلی کم بودن، ولی انا همین گلی که به هدف رساندیم گلی خیلی و خیلی مهم است. توجه بکنیم به این هجوم. تو به طرف جاویدان خوشوقت داده شد و عموما منتظر نشد یک گردشی و ضربه بهترین و گل بهترین. این گل در برابر مهم بودنش خیلی زیبا هم هست. و بعدا شدی و نشد، اما کمی دیگر باید بازی کنیم. لازم است تا این رقابت را به انجام رسانیم. در تاریخ فوتبال ما چندین مراتبه ها شدن که در آخر رقابت غلبه را از دست دادیم. این باید یکی از آنها نباشد، باید نباشد. محمدزاده هم کمی استیب میبردارد. دو بازیگری ما در زمین میخوابند. جاویدان خوشوقت هم خوب. اینجا البته اکنون برای کمی همین تمپی که دسته مالایزیا داشت و با اون به هجوم گذاشت باید کمی کشته شود و برای این البته چنین و زمین افتیدن ها لازمند و این هم در دقیقه اخیر این زمان دقیقه 8 ملکه جریان دارد، در حالی که دوور 6 دقیقه زم کرد ولی گل زده شد. خرسندی کردن بازیگران ما، با این سبب دوور کمی دیگر اجازه میدهد تا دسته ها در میدان باشد. ضربه به نیمه میدانی ما. این حالت برطرف کرده می شود. کمی دیگر مونده است، کمی دیگر مونده است بچه ها. پس به خطی هجوم تو بس بالوی دروازه از میدان بیرون شد. بله حتی در یک حالت ترسم فرا گرفت که اون به داخل دروازه رفت ولی نه. پرتاب به کنار، ضربه به طرف دروازه. دخترش به مرکز میدان البته این ضربه اجرا کرده شد. توپ رو اینجا ما میگیریم. جاویدان خوشوقتوف پاس به کنار. مبارزه در هر نقطه میدان باید باشد. توپ رو باید بگیریم. بله انا همین طور. حاجی عبدالمنان 3 نفر در نزد او قرار دارند. اینجا قاعده بازی بر مقابل او ویران کرده شد. بله جاویدان خوشوقتوف در نزد توپ. ضربه او به طرف دروازه. الکی دقیقه 100 ادامه دارد. که دوبار نقشه بلند کردن صداشک خود را دارد. در همین حالت همین طریق دوستان ارجمند صداشک دوبار بلند میگردد با حساب 1-0 منتخب 20 ساله تاجیکستان بر دسته مالایزیا غلبه به دست میارند با یگانه گل زده جاویدان خوشوقتوف که واقعا هم گل مهم است. اکنون منتخب تاجیکستان اینجا صاحب 6 امتیاز میگردد و به زینه دوم میبرد دوستان ارجمند. ما در زینه دوم اکنون قرار داریم. زینه سوم اکنون مالایزیا است با 4 خال، بعدا عمان و شریلانکا میروند. بازی نوبتی برای ما بازی خیلی و خیلی مهم است. این رقابت بر مقابل خوب منتخب عمان خواهد بود و این رقابت برای
منتخب تاجیکستان روز 29 سپتامبر رسد در همین ساعت، یعنی در همین وقت و ساعت در همین میدان رسد ساعت 8 بیگاه برگزار خواهد شد. بازی خیلی مهم و در آن دیدارم اگر غلبه به دست آوریم 9 امتیاز، این الکی 80-85% راحت است. دستایی که در زینه دوم قرار میگیرند کدامی از آنها 9 خل میگیرد. خلاص همین 6 امتیاز همین نظام که داریم امتیازهای خوب هستند، ولی 9 امتیاز این کلان گپی دیگر خواهد بود. ولی در مورد آن بازی فکر نمیکنیم، همین رقابت رو اندیشه میکنیم. این رقابت مشکل بود ولی ما توانستیم غلبه به دست داریم، ما توانستیم پیروز شویم و جاویدان خوشوقتوف قهرمان اساسی همین رقابت می شود که در آخر رقابت توانست با ضربه خیلی زیبای خود گل مهم را برای منتخب 20 ساله تاجیکستان به هدف رساند. 6 امتیاز دوستان ارجمند برای ما و در گروه ما اکنون به زینه دوم می رویم. بازی نوبتی روز 29 سپتامبر با منتخب عمان در همین ورزشگاه. همه به ورزشگاه می رویم روز 29 سپتامبر و در رقابت با منتخب عمان دسته ما را طرفدار میکنیم. گلروز خداناز آزاده بودم با شما که این بازی را تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانه باد باشید. Thank you.